سلام دوستان، به کانال نمددوزی من خوش اومدین. وسایلی که نیاز داریم: نمد، سوزن مخصوص نمددوزی، قیچی مخصوص برش نمد، نخ حمامه یا نخ کوبلن به رنگ‌های مختلف، چسب حرارتی، الیاف به مقدار لازم، سیخ چوبی، مقداری سوزن تهگرد، کاغذ الگو. الان میخوایم دوخت دندونموشی رو با هم کار کنیم. به این صورته که وقتی سوزن رو نخ میکنیم، نخ باید یک لایه باشه. طبق تصویر و ویدیو با من پیش برید. با دقت به نحوه دوخت توجه داشته باشید. الان میخوایم دوخت دندونموشی به روش دوم که حالت تزیینی رو داره با هم کار کنیم. ببینید نخ باید دو لایه باشه. ته نخ رو گره میزنیم و مثل همون دندونموشی ساده شروع به دوخت میکنیم. ولی وقتی که سوزن رو برای بار دوم وارد نمد میکنیم، باید از بین دو لایه نخ رد بشه. با دقت به ویدیو نگاه کنید.